اولین مشتری ساعت 1 بود. حرکت کردم به سمت سالن. اینجا هم که منتظر مشتری بودم، مشتریم اومد و ازم یک اکستنشن اسپایکی گربه‌ای خواست. حدوداً کارش 2 ساعت طول کشید و اینم از نمای بالای کار. نمای رو به رو خود مشتری که خیلی دوستش داشت باعث شد پف پشت پلکش رو بگیره. هزینه اکستنشن اسپایکی هم شد 550 تومن. کیف جادویی رو برداشتم، رفتم سمت ماشین تا برسم به سالن بعدی. تو راه واسه خودم آهنگ خوندم و لذت بردم. همه چی داشت خوب پیش میرفت تا اینکه رسیدم پشت چراغ قرمزی به این طولانی. منتظر موندم، چراغ سبز شد، بدو رفتم سمت سالن. مشتری اول اومد. ترمیمشونه بعد از 28 روز. خب بریم واسه بعدش. اکستنشن